ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق و لذت ایمان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: زیان و رنج شخصی راست که نام من نزدش ذکر شود و بر من صلوات نفرستد. زیان و ناکامی شخصی راست که ماه رمضان فرا رسد و سپری شود و گناهان او مغفرت نشوند. زیان و ناکامی شخصی راست که پدر و مادر پیرش را در حیاتش دریابد و داخل بهشت نشود. روایت ترمذی و حاکم. علما در شرح این حدیث میگویند صلوات گفتن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه ماه رمضان را با اخلاص داشتن و احترام پدر و مادر نمودن سبب داخل شدن به بهشت میگردد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ضمن این حدیث فرموده است: زیان و رنج دیده است کسی که نام محمد صلی الله علیه و سلم در مجلس گفته شود و به او صلوات نفرستد. زیان و خسارت دیده است کسی که ماه رمضان را خوب و با طاعت و عبادت نگذراند و فرصتی به بهشت در آمدن را از دست دهد. زیان و خسارت دیده است کسی که پدر و مادر یا یکی از آنها را در حیات دریافته و دعای آنها را نگرفته داخل بهشت نشده است. این فرصت های خیلی خوب و مناسب برای به دست آوردن رضای پروردگار است. پس برادر و خواهر عزیزم، این سه فرصت مهم را از دست ندهیم. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که فرستادن صلوات به پیامبر صلی الله علیه و سلم و داشتن روزه ماه شریف رمضان و خدمت پدر و مادر کردن راه به سوی بهشت است. پس این سه فرصت را از دست ندهیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.